سلام و درود. آیدین حیدری هستم. امیدوارم حالت خوب باشه. امروز قراره آهنگ به سوی تو رو کار کنیم. قبل از هر چیزی یه محیط ساکت و آروم پیدا کن که بتونی در واقع بخونی با هم، چون قراره همراهی کنی. گستره صوتی این آهنگ می تا می، اکتاو بالایی خودش، یعنی می فا سل لا سی دو ره می و بالعکس. چون یه اکتاو مطمئنم از اوتش برمیایی و برای خودت سخت نگیری تو قسمت‌های اوجش. حالا دامنه‌ای رو هم انتخاب کردم که برای انواع جنس‌های صدایی مناسب باشه. خب اول بریم که بخونیم این رو نوت به نوت. خب اولین کاری که یک خواننده باید اون رو خوب بتونه انجام بده شنیدنه. یعنی چی؟ باید نوت‌ها رو خوب بشنوی اول. مهم نیست بگی لا، بگی آ، بگی او. مهم اینه که این فرکانس نوت رو دقیق بتونی، کوک بتونی بخونی. ببین خوب گوش کن. یا آ یا لا سی سی لا سی سی سی. پس با کلمات زیاد اینجا سر و کار نداریم، بیشتر اینی که نوت‌ها رو سعی کنی درست بخونی. یا همون به عبارتی به سوی تو، به سوی تو، به شوق روی تو. مثلا میشه یه حرکتایی هم انجام داد. به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو. حالا فعلا نمیخواییم در واقع وارد مباحث پیچیده تر بشیم، چون بحث تحریر هم یه خرده‌ای کار سختیه برای دوستانی که تازه شروع کردن، شاید مناسب نباشه. هم این که یه موضوع سلیقه‌ای کاملا، یعنی یک نوعی طراحی صداست. شما طراحی میکنی که در واقع یک ملودی سازی بکنی، امضای کار خودته که حالا در درس‌های بعدی بهش میپردازیم. پس شد حالا بخون به سوی تو، به شوق روی تو. بخون به طرف کوی تو، سپید دمایم. حالا میزنم تو بخون این تیکه رو. قسمت دوم خب از یک نوت پایین تر شروع میشه. به جای اینکه بگه آ، میگه آ سل لا لا. نشان تو که از زمین گاهی ز آسمان جویم. ببین چه بی پروا ره تو میپویم. بگو کجایی. حالا تو بخون. قسمت دوم. ببین یک وقتایی نیازه که صدا رو بتونی ثابت نگه داری. اشکال خیلی از خواننده هایی که
حالا میان و کار میکنن یا میپرسن. ببین همیشه قرار نیست ما صدامون رو بالا پایین کنیم. مثل نمونه بارز همین کار. ببین اینو یک نوت ثابت سی رو داریم، میشه همون کی رود رخ ماهت از تا کی رود رخ ماهت. روی کلمه هت تازه نوت عوض میشه. البته یه کارایی میشه اونجا انجام داد، ولی خب اون کارها باعث نشه که صدامون بلرزه یا از دستمون خارج بشه. اگه میخوای تحریر بزنی، ویبراسیون بزنی، باید اختیاری و عمدی باشه. اونجایی که صدات خود به خود میلرزه اون تحریر نیست، اون نمره منفیه. بریم که بخونیمش. کی رود رخ ماهت از نظرم. تا اینجا شو برو. خب ادامهش هم چون مشابه ملودی اولیه میگذریم. خب ولی حالا اگر میخوای حرفه‌ای تر کار کنی یه سری کارایی میشه انجام داد. مثلا رود رخ ماهت از نظرم. حالا میگم با سلیقه خودت، با صدای خودت، با توانمندی‌های خودت طراحیش کن. یعنی یک شکلی توی ذهنت باشه برای این ملودی، اون رو بساز، یک حسی رو بساز. ببین کی رود رخ ماهت از نظرم به غیر نامت کی نام دگر. یا میتونی بگی به غیر نامت کی نام دگر. بستگی داره چی میخوایی بخونی، میشه هر شکلی طراحیش کرد. خب میریم قسمت آخر. اول اینو بگو. لای 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 لای. خب حالا این رو با هم میگیم. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من. یا میتونی بگی یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من. دگر چه پرسی ز حال من. بگو. حالا قسمت دومش یه نوت فرق داره. لای لای لای. تا اینجا شین همه سی دوره می فا می ر می فا می فا می ر فا سی دوره می فا می ر فا می ر دو. یه نوت فارم اینجا داری ولی نگرانش نباش، نیم پرده بالاتره. حالا درسته اینو میگیم می اونو میگیم فا، مثل 32 اینا در واقع نیم پرده با هم دیگه فاصله دارن. مثلا سول و لا نیستن که یک نیم پرده بینشون باشه. کجا بودیم؟ تا هستم من اسیر کوی تو هم، در آرزوی تو هم. خودت بخون.
ادامهش هم که میره اگر تو را جویم و غیره. اگه از ویدیو لذت بردی لایک کن، چنلمون رو دنبال کن که همدیگر رو گم نکنیم. آقا دیگه آخر ویدیوه، نمیتونم کات بزنم. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.